عکس گنگ یوتیوب. آقا اومدیم امروز تمام وسایل‌های مثبت و کیبورد و با سیستم گیمینگ که خیلی افسی خوبی میده و بدون لگ، بدون لگ، هیچ لگی اومدیم یه ستاپ جمع کنیم به رنج قیمت 46 میلیون. حالا پایین تر 45 میلیون 800 اینا شد. آقا بریم، من از دیجیکالا حالا از توراب سفارش بدی شاید حتی 3 میلیون بیاد پایین تر، ولی توراب بعضی وقتا دست دوم میذاره دیگه، اینجوری هم هستش. آقا بریم. خب مادربرد، اولین چیز مادربرد. آقا مادربرد ما مادربرد ایسوس مدل پرایم H610 MR هستش که خیلی خوبه. ایسوس هم هست، ایسوس هم دیگه رو دست نداره، اصلا اثبات شده است. آقا بعدی کارت گرافیک. آقا من قرار بود اول 580، بعد دیدم فهمیدم 580 دست دوم بیشترش با اینکه تو دیجیکالا من نظرتو خوندم یکی حرفه‌ای بودش، بعد اینجوری بود که میگفت من تست گرفتم اینا، دیدم دست دوم فقط تمیزش کردم اینا. بعد آقا من رفتم پیدا کردم، ولی خوبه، به نظرم خیلی خوبه. کارت گرافیک ایسوس مدل آرتیکس جی کارت گرافیک دیال G4K آرتیکس 3050 اوسی ادیتین 6 گیگابایت و عملکردش عالیه و قیمت 15 میلیون و 500. حالا ما حساب میکنیم. بعدی ببینید اینو دیگه من فقط 2 ساعت دنبال یک کیبورد مکانیکال تا رنج 1200. یعنی ببین مکانیکال از این ارزون تر نداریم، یعنی قیمت نداریم که از این ارزون تر باشه مکانیکال، یعنی 1 تومن مکانیکال نداریم، اینجوری بهتون میگم. آقا برای کسایی که RGB دوست ندارن، آقا این RGB داره ولی میتونی RGBشو خاموش کنی و میتونی حتی RGBشو کمتر کنی، اصلا نمیخواد خاموش کنی، میتونی کمتر کنی RGBشو. این از این. بعد هولدر موبایل داره. آقا بریم قابلیت ها رو ببینیم. کاربرد کیبورد گیمینگ، نوع اتصال با سیم، فاکتور. حالا این چنکس چی؟ حالا نمیدونم، زبان من خودتون بفهمید دیگه، من دیدم. نور پردازی صفحه کلید RGB، نوع سویچ کیبورد مکانیکال هستش، خیلی خوبه. نوع رابط هم USB دیگه، جدیدن همه USB هم و مینیه. من خودم به شخص عاشق مینیم، خداییش من مینی رو خیلی دوست دارم. آقا دوم رم دسکتاپ DDR4 2 کاناله 3200 مگاهرتز CL16 کلو مدل RGB کراس X ظرفیت 16 گیگابایت، یعنی 2 تا 16 گیگابایت میشه 32 گیگابایت که خیلی خوبه، عملکرد عالی اینا. میرسیم SST. آقا دیگه زنگ زدم ببخشید یه دقیقه ویدیو استاپ کرد. آقا داشتیم میگفتیم SST اینترنال لکسار مدل NM620 M2 2280 ظرفیت 1 ترابایت که خیلی خوبه. بیشتر PC های به این رنج قیمت تمام 512 بخوای کاملا بگیری
میدونی چی؟ فقط مجبوری اون چیزا رو بگیری، نمیتونی خودت بذاری دیگه. آقا اینم پردازنده یکی از مهمترین چیزاست. پردازنده مرکزی اینتل مدل کورای 5 نسل 12400F ترای. حالا خیلی خوبه ها. کورای 5 نسل 12400 به نظرم خیلی خوبه. اوکی بعدی آقا اینو نگاه نکنید مشکی، یه جور دیگه از سر است. ببینید توش فکر میکنید مشکیه ولی مشکی نیستش، دیده میشه توش و اوکی دیگه. اول من قرار بود یه دونه بگیرم 9 تا خنک کننده داشتیگه. اوکی 9 تا خیلیه ها. بعد آقا من دیدم عمل کردش زده بود خوب، یعنی متوسط. بعد رفتم نظراتو خوندم گفتش به درد نمیخوره، یه خرابه، نمیدونم چی. بعد رفتم این آقا رفتم گشتم دیدم این پیداشم، دیدم چه خوشگله. ببینید خودش مینیمال، ببینید نظراتش رو زده بود از خرید راضی هستم، گزینه عالیه در این رنج قیمت، کیس خیلی خوشگلی از سفید. بعد این پسرم معلوم بود گیمره. بعد این پسرم گرفته بود زده بود خیلی خوبه، منم گفتم خیلی خوبه دیگه. بچه ببینید توشم معلومه، فکر میکنید وگرنه توش معلومه. حالا دیجیکال اونجوری زده. حالا سیستم خنک کننده که من برای پردازنده چیه بخشید چی میگن پردازنده بود، چی بود یادم رفتش، خریدم که خوبه خدایی. زده سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل گیمکس AG400 LED LGA 1700. خیلی خوبه آقا. نظرات اینم ببینیم، یعنی هرچی باشه سی پی یو خنک میکنه، یعنی هرچی باشه. در مورد خرید این محصول مطمئن نیستم. این نخریده داشتمون میگه مطمئن نیستم، شما بگید. اگر نهایت قرار نسل 13400 بخرید بهتون پیشنهاد میکنم، چون 13 اینا که جدیده 1360 و 14600 و 13600 رو واقعا نمیتونه خنک کننده. اوکی خوبه. برای 12400 گرفتم، دمای حدود 700 الی 730 درجه هست. اوکی خوبه خودش که اوکی. برای ما ببینیم پردازندمون 12400 که میره خیلی خوب میتونه. اوکی و میرسیم وای این موسه خیلی خوبه، 2 کلیک داره، بکو داره، چی دیگه فورواردو داره، بعد دی پی آی داره، دی پی آیش تا 3200 بالاتر میرسه. بعد و توی کجا بود و محدودیت دقتش بیشتر از 3200، یعنی دقتش خیلی بالا. و برای راست دستا هم هستش و اگر دستای خیلی کوچیکی دارید یه ذره شاید سخت بشه، ولی RGB هستش. ببینید بنفش میشه، این رنگی ها میشه. و من خودم به شخصه و یه دونه منبع تغذیه کامپیوتر گرین، منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP
300 ای ایکسو روسیان نمیدونم، ولی خیلی خوبه. خودتون میخواستید برید از اینجا بفهمید و بنویسید و بزنید. اینم خوبه به نظر من. و میرسیم آخر داستان. یه دونه ماوسپد طرح نقشه. این خیلی خوشگله. من خودش به شخص از این خیلی خوشم میومد و همه یوتیوبرها از این خوشش میاد. حالا طولش نمیدونم چقدره ولی خوبه دیگه. من خودم میخواستم بیشتر بردارم طولش و راستیت. چرا دروغ بگیم؟ میخواستم بیشتر بردارم، مثلا در این حد. خب دیدم میره بالا یه دفعه. نه البته همینو برمیدارم من. حالا من میگم اینو بردارید، حالا خودتون میدونید این بزرگتره. و الان قیمتش چنده؟ 7. ببین این میشه 45 میلیون و 850 میشه دیگه آقا. 50 تومن میره بالاتر که من خودم اونو برمیدارم، چون الان 50 تومن هیچ پولی نیست. که آقا این بود از ویدیو. و بچه یه سورپرایز دارم. این سیستمو خب من جایزه میدم. بگم باید چیکار کنید. من جایزه میدم این سیستمو، ولی باید یه کارایی هم کنید. کامنت بذارید، کامنت خارجی لاو تا در کارشی شرکت کنید که من شانسی دیگه. خب و اگر ببین اون ویدیو قرعه کشی هم که میذارم، و اگر کسایی که قبول شدن باید لایک داشته باشن، ساب داشته باشن و زنگوله. آقا وقتی اینا رو زده باشی عکس میگیری و میای تو کامنت ها. من حالا یه چی الکی میذارم و میای تو اونجا به دایرکت پیام میدی، مثلا اون عکسی که منو ساب داری، لاک داری، اینا اون عکس رو برام میفرستی. آقا میفرستی و اگر برنده شدی، دیدم اونا رو داری، اون حرکت ها رو زدی، به جایزه رو تقدیم میکنم. ولی اگر این کارا رو نکرده باشی و اسمت بیفته رو تو، یه بار دیگه قرعه کشی میکنم و به جایزه به تو نمیرسه. آقا اینم بود از این ویدیو. امیدوارم حالتون هر جا کسی خوب باشه و خداحافظتون.